سلام به همه. امروز میخوام شما رو به یه ماجراجویی فراموش نشدنی در ایران ببرم. هر چی شنیدین رو فراموش کنید، چون این کشور سرشار از تاریخ، فرهنگ و مهمان نوازیه که هوش از سرتون میبره. اول از همه، تهران، پایتخت پر جنب و جوبش. این شهر ترکیبی از مدرنیته و قدمته، جایی که میتونین از کاخ گلستان دیدن کنین و از کاشیکاری‌های زیبا و باغ‌های سرسبزش لذت ببرید. فراموش نکنین که بازارها رو هم کشف کنین. از ادویه‌جات گرفته تا قالی‌های نفیس ایرانی، همه چیز اونجا پیدا میشه. بعدش میریم به شهر اصفهان که به نصف جهان معروفه. میدان نقش جهان با مساجد باشکوه و کاخ عالی قاپو یه منظره فوق‌العاده است و پلها تو شب جادوی محض. حالا بیاین سفری به قلب فرهنگ ایرانی داشته باشیم. شیراز که به شهر شاعران، شراب و باغ‌ها معروفه. مسجد نصیرالملک معروف به مسجد صورتی رو در خودش جای داده. وقتی نور خورشید به اون شیشه‌های رنگی میتابه، یه رنگین کمان از رنگ‌ها ایجاد میکنه. انگار که وارد یه رویا شدیم. هیچ سفری به ایران بدون بازدید از ویرانه‌های باستانی تخت جمشید کامل نمیشه. این میراث جهانی یونسکو زمانی پایتخت تشریفاتی امپراتوری هخامنشی بوده. وقتی بین این ویرانه‌ها قدم میزنیم، انگار که میتونیم پژواک تاریخ رو بشنویم. اما همه چیز فقط جاذبه‌های گردشگری نیست. مردم ایران از گرمترین و مهمان نوازترین افرادی هستند که میتونین ملاقات کنید. به اشتراک گذاشتن داستان‌ها پشت یه فنجون چای یا دعوت شدن به یه شام خانوادگی، اینا لحظاتی هستند که سفرتون رو واقعاً فراموش نشدنی میکنن. پس چمدون‌هاتون رو ببندیم و قلبتون رو باز کنیم. ایران منتظر تا شگفتی‌هاش رو به شما نشون بده. تا دفعه بعد به گشت و گذار ادامه بدیم. ممنون که تماشا کردید. لایک کردن، عضو شدن و به اشتراک گذاشتن نظراتتون در قسمت کامنت ها رو فراموش نکنید. سفر ایمن.